در شهر کراچی پاکستان نگهداری گربه‌های درنده به اصطلاح مد شده است. یکی در حولی و دیگری در قفسی روی بام منزل شیر نگاه می‌دارند و بعضی‌ها با این درنده ها در کوچه ها سیر و گشت می‌کنند. گربه بزرگ خیلی گران بوده، رمزی دارایی، رمزی مقام است. این شاید یک سبب نگهداشت شیرها باشد. سبب دیگر میتواند مهر و محبت زیادی مردم پاکستان به حیوانات باشد که دلشان را آب میکند. در پاکستان ده ها پرورشگاه شیر وجود دارد. نرخ یک شیر سفید به $9,000 برابر است. فعالان حفظ حیوانات این نوعی پرورش و نگهداشت شیرها را خطرناک و بیرحمانه ولی قانونی می‌دانند. در کراچی نزدیک 300 شیر در اسارت به سر میبرند. قانون‌های پاکستان حیوانات محلی را حمایت می‌کند ولی حیوانی از خارج وارد شده از حمایت بهره‌مند نیست. در مورد حیوانات نادر شما حق دارید که در خانه‌تان شیر نگه دارید و کسی نمیتواند آن را زیر سوال گذارد. پاکستان باید قانون‌هایش در مسئله نگهداشت و نظارت وحوش را بازبینی کند. مقامداران محلی امیدوارند که قانون تغییر می‌یابد. امیدوارم که روز ما شاهد نشر دستور جدید در مسئله پرورش شیرها خواهیم شد. اما تا زمانی که قانون قبول می شود پاکستانی ها بدون محدودیت با گربه های خطرناکشان سیر و گشت خواهند کرد.